بیشتر گلک جان شکر فضل خدا یاری زنده باشی کنم خدا کلون شدی بله حال کته شدم بگو هم یک لطف بکن ها هم واسکت نتونی ساک بردا بیاره ساق بخونه یه میگم واسکت بردا بیاره واسکته جمع کنه دیگه به تا خونه علف خود خونه یاره بردو بخ خوبه چشم میده شیرین عقل کاکا بموندی برار داده چیکار کنم از دست از این تو باز یعنی واقعا نمخته خوب کلون شده کارون بشد دیگه علفار بیاورده به تا خونه بریزم دیگه تو اگه بچه دیگه ندم امالی برات واسکت رای کنه شاید که شما بیاره بیا خیلی وعلیکم سلام همینه چس اول سلام بخوردی حیات به گردن من دردم میره چه کوکو جو سلام علیکم وعلیکم چی گپای دیگه قرار قراری خیلی خیریته به خوبه بخیر عباس بیا بشین دیگه چشما و روشن احوال چی خبرهای بخیر هستیم یار هستیم یار شما جور خیریت گیره جان اشتنی بلا خیریت بخیری جان تو جور بم سر زمینای دیگه آفرین اشتنی باشه جو خوب بخیریم چی گپای یار هستیم شکر اشته بودم قوما خیشا همه خوب بودم خوب بودن شکر سلام خدا شکر که شما را تیار خوشحال بدیدم من شکر دارم شما بسیار خوشحال زنده دارید باشین سلامت باشین باشه جمعه من شما چیزی پرسان کنم بگه همین یک ماه پیش که ما و شما خودی هم دگر گپ زدیم به اینترنت پاک سر ریش شما سیاه بود حال همه سفیده ای چی رقم اول اونجا گو مشکلات زیادتره نه باجه با مشکلات زیادتر نیه قام مردم افغانستان به ساحل مخالی بود کی سر کله سفید شد اونجا که بود رنگ میدادم بفهمیدی کو بله کنیم بی بر کماده نشد و گفتم دیگه نه وطن خود خو برم رقم باشم رقم دکه خود خو باشم رسمه یک ماه پیش سر خود رنگ میداده من میگم سیاه بود من میدیدیم چه کار میکنید اینجا باشه اونجا من به شرکت مقداری کار میکنم بسکل خوب کاری بوده خیلی شرکت مقداری بسکل خوب کاری بوده خواست با ما گیلک بازی میکردیم پول خیلیه نگه خیلیه یاره بز اینجا که مشکلات زیاده باشه دیتا مشکلاتی هست که تا جایی که فکر کنی دیگه مشکلات افغانستان خیلیه در دو افغانستان خیلیه رستی هم میتونه به خدا مشکل اینجا زیاده هیچی کار عباس چای بیار مشکلات سیاه سبز سیاه سبز چای سبز سبز بیار سیاه سبز سیاه سبز بیاریم سیاه بیاریم میخوریم سیاه بیار سبا یک سیاه هم چای سیاه هم بیار یک ترمو چای سبز بیار باشه تا چند وقت میستیم بخیر پیش ما باز دیگه شاید که یک ماه یکی نیم ماه بسته کنیم کوشش کنیم بیشتر بسته گوگو ما شما رو یاد کردیم بعد از 20 سال آخه ما خود بودم شما برفتیم مال زن و خونه و بلکه گیله کردم بخیر بشن امزاددار کنیم خود شما وقتی که شما برفتیم من 11 و نیم بودم نه امیرم بلکه بخیر بشه خود شما پناه به خدا بکن تو وقت نمزداری زیر بلکه کمک به کار و زندگی باز بفهم حالا من دست چپ راست خورم میشناسم میشناسی؟ ایشیا بله بسته همی کارا زمینار هم اگه باج والا گلک میکنه ما و عباس این دیگه تلفاق عباس انتاشون به صحرا علف میاره گوار جمع میکنه خوبه دیگه حالا همه کار همی بچه خاله ما که هست همه گیرمی میکنه گودری جمع جور همه به جمع خود میادن خوبه دیگه چند تا گوی دارن گلک جان؟ ما 5-6 تایی هست زیده و غیر زیده زیده هم هسته غیر زیده هم هسته خوبه دیگه آقا شما یک موسا بیاره که ایتا رنج شما گل شه آخ جیان خب موسا افغانستان دیگه موسیه طبیعیه کاکا طبیعیه کاش که راه نزدیکی میبود کاکا که برای شما به این مدت رای میکردیم چرا خود میکنی گله؟ خونه ما کیک خیلی داره کیک داره؟ بلکه باز برو یک عمومی هم بکن دیرتر هوا هم گرمه خدای دوغا افغانستان دیگه دوغیه دیگه امروز بخوریم میفهمیم که چه لذتی داره برو بیارو کاکا به شما اگه بیاری که لطف میروینیه دیگه به عباس بگو چای نیاره پس دوغ بیار دوغار بخوریم ما چای دیرتر میخوریم خب انا دوغ میارم باشه و علیکم سلام بریختی سلام
برس دوام رو فرش نریدی کارت کمدی عاشق برده بگذار تپن نیست شو چشم شیرین مزه کوکا بده گلاسه نمیتیش کنم علی برزم چه پکردی بده هده کوکامه از کوکا بده باجه ایران کوکا شما بخوره من بودم زاده شما 10 پارچه دوغ باشه او یکه نمیشه یعنی 10 تا گو که یکه ما رو بخوره خیر بینی گلک جون زنده باشین یا نجات نه من گفتم که کم بوده با همسایا دادم اما یک جک بیشتر نبود بیاین خود کاکا برین که دیگه به صحرا و چکر زده شته برین گروارم ببینین سر زمینان برین شیلی های حالا وقت شیلی های بله برین کوکا بله بسم الله وای یادها خیلی خیلی ساغر و پیمان بیار روشنای دل کی عاشق روشنه یا بیار جاداها خیلی خیلی جاداها خیلی خیلی روشنه یا بیار بابا همین برار من به خدا قسمانیه غیر از این به ما داستان و فیلم تیار کنه خب میگو تمینار ننه تیار میکردن دیگه با تو بیار به صحرا و کشکو بیارک تا کاکا من خوش داره و مچون چکر عباس بله بیا دیگه بیاد جدیما کوکا اینجا یک شطوری هم داریم خوب جگه که او تا جا گوا بوده خود یعنی این جگاه ایران بیاین که به شما نشون دو عباس بچم چی شد عباس عباس بیا بده دیگه میتونه این برای لندی جمع میکنه دیگه این برای فروشه کاکا سال یکی میفروشه ما باز میبرم برای این قربانی این مردم چند نفره بالاخره بایالا بیا برو یک چند تا نون بازار بستونه کاکا یا از این نونا خونگی نون بازار هم تا محل پخته کاکا میکنه نونو بازار بستو کسی نون بازار میل داره مزه نونو خارج مید یا نه خوبه برو یک 10 تا نونا گرم بازار بستونه دوغم یاد تو نره دوغم بیار نه دیگه پخته کردیم چطور تو سابق میکرد کاکا این چیزی گرم نیه این دیگه ما چون پا خورم چند روز جلویتر با کجا زده بود نرم کرده بود وا میکنه باز میبره او به سایه میبره این خراب میکنه کوخ میزنه کاکا یک چیز دکتر چیزی نشون میدن یونه چون گیله که ری کردم امروز ما چون باز بیام اگه دکتر نبوده کجا بوده دیگه باز امروز ری میکنم چیزی که چی کلیدی میشین مگس میشین کوخ میزنه پای تیم چهار چیزی میسینه بالا پای میریختونه باز ری میکنم دیرتر باشه بعدا نون گیله که ری میکنم دکتر بیار چیزی که اونیشو بازدا به خدا رو گرفتاره تو ما غم میمونن هم شما نمیخورین میخورین کاکا اشته نمیخورین اشته میخوری اگه یونش کجا بزده بوده پا خود هرچی از دست میگی لک برازاده شما بریم هفته هم کاکا گیلک نمیفهن شما هم نمیفهن کوکو دیگه ما که کموز گرفتاری هست کاکا هم گیله که دانه فرمایه که چهار دیوار از نه خوش کوکی چلو بله چغو چغو این چیه مونه کچل پستا که نوردی
بابا همین لالا سل به در میاره. خب بگذار که اینا ننه پخته کنه. تو نمیفهمی شروع خونه و تا سهرا خیلی فرق داره. مزه میده؟ با دیگه که ما باور کنم. دست مرد و زن فرق داره. آسان بود. بری عقابه که چرا تبر میگه بسته بری زمین. işte garma niye? ما ده لیلون بسته کو ما بسته کو خراب نشه. الان بعد 5 دقیقه به تو بجی پخته میشه بخیر. تو میشینی پیشتی؟ میره به خونه. نه میرم که بکنم چیکار کردم اینو. دست ندنی نه که با گوشتار برداری بخوری. خوبه.